سلام رفقا، خوش اومدیم به این ویدیو. داخل این ویدیو اومدیم با معرفی سری هاردکور سطوزی من که قرار داخل این چنل ادامهش بدیم. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. اول کار از این چند تای لباس هم شروع میکنیم که هلمت هم پروتکشن آی وی و کافینیتی اون بریکینگ 3 مندینگ داره. چست پلیت هم اون بریکینگ 3 پروتکشن آی وی مندینگ داره. لگینز هم اون بریکینگ 3 پروتکشن آی وی مندینگ داره. بوتس هم اون بریکینگ 3 پروتکشن آی وی مندینگ داره. الایتروم هم که مندینگ و بریکینگ. این چند تا دیفالت کلا روی آرمورام این چند تا دیفالت زدم و هنوز اونقدر ریچ نشدم که این چند تا خفن بزنم. و روی ککسم افیشنسی وی اون بریکینگ 3 مندینگ. روی سوردم شارپنس وی اون بریکینگ 3 ناکبک 2 سویپینگ ایج 3 مندینگ. اگزم افیشنسی وی اون بریکینگ 3 مندینگ. شاولم سیلک تاچ افیشنسی وی اون بریکینگ 3 کرس اف ونیشینگ. و فکر کنم تموم شد. و دو تا توتم دارم که این توتم قضیهش رو داخل تریدینگ کال بهتون توضیح میدم. همین اول کاری اگه این فرم کریپتو رو خواستید حتما داخل کامنت واسم بنویسید که لینکشو واسط بفرست. لینک ویدیو رو واسهتون بفرستم. ریدم لینک ویدیو رو واسهتون بفرستم. من بدون شارپنس تقریبا تونستم توی 20 دقیقه نیم ساعت 9 استک کامپاودر بگیرم که واقعا رقم خوبیه. حالا از این فرم بگذریم، بریم سراغ بیس رو بهتون نشون بدم. Let's go. حالا که رسیدیم به بیس، این بیس منه که یک خونه مینیمال و چوبی کوچیک ساختیم که همین اول کار بهمون جوابه. و داخل این خونه چیزایی نیست جز چست و آشپزخونه گولمگولی و یک بدروم که به تقریبا بدروم خیلی کوچیک و نوکرم اینجام که فقط این ردیف رو بار داریم چون هنوز آیتمای زیادی نداریم که بذاریم داخل چست. و همین پرتو میرسیم به کابلستون فارم ما که خیلی ایزی که نیست. پاره شدم سر ساخته این چون خیلی پیچیده بود و منم اولین بارم بود این فارم رو میساختم. و یه فارم اتومات خیلی خوبه که ریزالت خوبی بهتون میده و داخل 20 دقیقه AFK 15 دقیقه و 20 دقیقه به من تقریبا 3 تا دابل چست پر کابلستون بهم داد. واقعا خوبه، میتونید بسازیدشو لذتشو ببرید. میرسیم به ندر پورتالمون که داخل ندر پورتال خاصی نیست، نمیخوام نشون بدم چون اصلا چیزی نداریم که بخوام نشون بدم. فقط یک فورترس و نمیدونم بسشن پیدا کردیم که اونم دوره، ارزشی نداره بریم. میرسیم به ویلیج، یه ویلیج نسبتا متوسط کوچیک خوب و خفن. کنار ویلیج ما یه دونه فارم گوسفند داریم که میتونیم ازشون گوشت و پشم دست بیاریم. این بیلدش هم من خودم زدم، ایده خودم بود، نوکرم. میدونم خیلی جنگه و ابهت داره، جنگی اصلا شبیه چوس چیزم نمیمونه. همینجوری ساختم و که تفاوت پشم و گوشتمون رو بده که همینطور که میبینید ما داریم هنوز گوشت استفاده میکنیم. مش گوشت. حالا از این فارم که بگذریم میرسیم به فارم دیگم. این فارم گندم، همونطور که میبینید گندم و کدو خیلی به کار نمیاد. واسه یه پرورش گوسفندگاه استفاده میکنم این گندم رو. این کدو هم که همینجوری گذاشتم و شوریکین هم که واسه فایرورک نیاز داریم. و همونطور که میدونید من دراگون کشتم و الایتر رو به دست آوردم و متاسفانه ویدیوشو نگرفتم. حالا از این بحثا که بگذریم میرسیم به فرم استرینگ من. بعد این میرسیم به تریدینگ هال و ویلیجر بریدر. هر دوش حساب میشه ولی خب ما میگیم تریدینگ هال. حالا میگید چرا دو تا ویلیجر داری ولی این همه شغل گذاشته اینجا. همونطور که اول ویدیو گفتم رفقا، ما توتمو به دست آوردیم. نمیدونم گفتم اول ویدیو یا نه. توتمو به دست آوردیم ولی متاسفانه در راه این توتم خیلی از ویلیجرمون رو از دست دادیم و از شانس خوب ما دوتا ویلیجر موند که میتونیم باشون ویلیجر رو برید کنیم و کلی ویلیجر به دست بیاریم و یه تریدینگ کال مشی جا بودیم. و فکر کنم چیز خاصی مونده باشه داخل این قسمت. اگر این سری خوشتون اومد و میخواید این سری رو ادامه بدیم حتما ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو راجع به این سری و مشکلات بیلدم. البته چیز خاصی هم درست نکردم ولی شما بنویسید مشکلات منو داخل این سری که بتونیم قسمت بعدی هم درست کنیم. و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش هم حتما فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم باخبر بشید. تا قسمت بعدی میبینمتون. خدافظ.